این پل در دهه حسن قربانی ناحیه واسه 2 هفته پیش از وسطش شکسته است. ساکنان با احتیاط روی این پل قدم میگذارند. با گفته آنها راهی اساسی و نزدیک به دهه حسن قربانی طریق همین پل بوده است. حالا ارتباط با روستاها از طریق این پل کاملا قطع شده است. افرادی که میخواهند تا شاهراه برایند باید از این مسیر پیاده گذرند. روزی که همی چپش دگه تاکسی راه دیگه کگه وقت سری تنها میتونه رفته. این تا آدمایی که جایاش هم پیاده‌گرد میروند تمام دیگه هیچ که رفته نمیتونه. تا روزی که پل تخریب شد ماشین‌های خرد از بالای آن عبور می‌کردند. یک ماشین گرانوزن باعث شکست پل شده است. اکنون با گفته ساکنان دهات ماشین را صاحبانش بردند و پل شکسته را به آنها گذاشتند. روز 4 ینور یک ماشین گرانوزن هنگام گذر کردن از بالای پل دهه حسن قربانی جماعت توگرک ناحیه واسه این پل را از میانش میشکند. وزیر نقلیات در یک جلسه انتقاد کرده گفته است که این ماشین از 50-52 تن بار زیاد داشته است که باعث شکستن پل شده است. این بار اول نیست که در ناحیه واسه هنگام گذر کردن ماشین‌های گرانوزن پل‌ها از میانش میشکند. دهه حسن قربانی و 2 دهه دیگر جماعت توگرک را 2 پل به راه اساسی پیوست میکند. سال 2021 یک پل این منطقه را یک ماشین باربردار از میانش شکسته بود. با گفته ساکنان آن وقت این پل یگانه پل بود که 3 دهه را با هم میپیوست. حالا این پل با میان شکسته خواب است و راه ساکنان را تا 3 کیلومتر دورتر کرده است. دیگه گذشته نمیشن ماشینا دیگه اوست گذشته طور نمیتونن. هست میگه برام هست میگه خنبه برام نمیتونن شبیه. در ناحیه واسه سال نیست که شکستن پل ها رسانه‌ای نشود. مقامات هر دفعه یک بهانه را تکرار میکنند که این پل ها از زمان شوروی باز مانده اند. حالا یکی از پل های بزرگ دیگری واسه در حالت صدموی قرار دارد. این پل پایتخت را به مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان میپیوندد. حکومت محلی میگوید که برای تعمیر این پل میلیون ها سامانی ضرور است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه.